تغییرات الهایی که بسیار قانون جمهوری تاجیکستان پیشبینی کرده شده است این طلبات زمان نو و قدم نو در راه تأمین صلح و وحدت و رشد تاجیکستان است. وقتی که دولت ترقی میکنه برای اون راه نو در کار است. برای اون که قانون‌ها وقتی که جامعه را اداره میکنن یعنی تغییرات الهایی دیگر در کار میشود تا اینکه جامعه را برای دیگر اداره کرد و برای نو رفت.